منصور جواب نمیده، چیکار کنم؟ میگفت کجا رفته؟ نه. کجا باید برم؟ یه بیمارستانی، قبرستونی، پاسگاهی، یه خرام شده ای که ببینم میتونم پیداش بکنم یا نه. خب پس وایسا من خودم باید میام. نه همینجا باش، شاید پیداش بشه. چی شده؟ اینجوری چه وضعه؟ چی شد؟ با شما میگم چی شد؟ هیچی. چی میخواستی بشه؟ به درست جوابمو بده. شکایت نکردی؟ نه. نه؟ خب بعد چرا؟ ببینم میخوای حرف این دختر بشه لغلقه زبونه فامیل و محل؟ یعنی چی میگی؟ دختر تو برداشتن بردن؟ چند نفر رو گذاشتم رنده این پسره رو بزنن. داشتیم میامدیم رفتم پیش یکی از دکترایی که باش دوستم، رفیقم، روانشناسه. کلی بهش پول دادم نصیحتش بکنه. الان رو به راهه، حالش خوبه. هایدا روانشناس؟ غیرتت قبول میکنه که اون آشغال ول بگرده؟ گفتم آدم گذاشتم پیداش میکنم. الانم آیدا حالش خوبه. بردیش پیش روانشناس دهنشو ببندی؟ منصور این دفعه دیگه نمیتونی با پول جلوشو بگیری، فهمیدی؟ باید پای پلیس بیاد وسط. من خیلی خوب میدونم دارم چی کار میکنم. اسم خودتو گذاشتی مثلا پدر؟ چرا نمیفهمی؟ پای پلیس بیاد وسط. آبرو برای این دختر نمیمونه. وقت خوشی تو سرم بریدم. هر کاری که تو نکردی من همش بیرون هستم. تو باید تربیتش میکردی. باشین بره بیاد. چیزی پول در میارم. چیزی خرج میارم. خانم ملکی، اگه میخواین من کمکتون کنم خب باید حرف بزنین. با سکوت کردن که کاری از پیش نمیره. تنها چیزی که هیچ وقت تو زندگیم حسش نکردم اعتماد بود. خب شاید سراغ آدم درستی نرفتین. ما همه چی رو با پول میخریم. اعتمادو میشه خرید؟ خب مطمئناً نه. اعتمادو یا به دست میارن یا میسازنش دیگه. دیدین ما حرفی برای گفتن نداریم. خب اگه حرفی برای گفتن نداریم چرا اومدین سراغ من؟ چون بابام نتونست این دفعه مشکل رو با پول حل کنه. من اینجام که یا بهم دارو بدین
یا بگین خفه خون بگیر. بله نسبت ببینید من با مادر شما هماهنگ کردم، گفتم من دارو نمیدم، من مشاوره میدم. اگر کمکی از دستم بر بیاد حتما کمکتون میکنم. اگرم ببینم نه کاری از دست من بر نمیاد به مشاور متخصص معرفیتون میکنم. شما میتونین کمکم کنین از یکی شکایت کنم؟ بله، ولی باید برام تعریف کنین که ماجرا چیه. از کجا بگم؟ از اولش. من چند ماه پیش عضو گروه مجازی شدم. دوستم تینا عضوم کرده بود. یه ماهی گذشت. چند وقت یه بار میرفتم تو اون گروه. تنهاییامو پر میکردم اونجا. تا اینکه با یه پسری آشنا شدم. بعد چند وقتم با هم قرار گذاشتیم. امر دیگه ای ندارید؟ نه خیلی ممنون. اسم واقعیتون سامانه؟ بله. هدفتون از این آشنایی چیه؟ ازت خوشم اومده. آخه کی دلش میاد دختری مثل شما رو از دست بده؟ ولی تو چت حرف از ازدواج میزدیم. آره خب باید یکم بیشتر با هم آشنا شیم. مامان بابای من نمیذارن من تو این سن ازدواج کنم. خب صبر میکنیم تا 18 سالت بشه. تو این 3 سال چی میشه؟ با هم میمونیم تا بیشتر هم بشناسیم. این مال توه. با کن ببین دوستش داری؟ معمولا گل رز میدم ولی پس هم یکم متفاوت باشه. گوشو دوست داری؟ زیاد سلیقه‌ام نیست. فکر کردم سلیقت خوب باشه. حالا سعی میکنم دفعه بعد یه چیزی بیارم که بیشتر نزدیک به سلیقت باشه. اگه دفعه بعدی وجود داشته باشه. داره دیگه. امیدوارم. من واقعا غافلگیر شده بودم. اولین باری بود که از یه پسر کادو میگرفتم. اتکلون گرونی بود. هیچ براتون سوال پیش نیامدش که چرا در اولین دیدار با یک پسر غریبه بهتون باید یک هدیه گرون بده؟ حاج آقا تو زندگی ما همه چی بود به جز احساس. من حس کردم یکی داره از ته وجودش به ابراز علاقه میکنه. رابطتون تو خونه با پدر مادر چطوره؟ خوبه؟ با مادرم تا یه حدی خوبه. ولی بابام فقط دنبال کار و پوله. فرمودید شغل پدر چی بود؟ صرافی داره. بسیار عالی. خب بفرمایید بگین. بعد اون قرار چند بار دیگه هم سامان رو دیدم. هر سری مرتب و تمیز می اومد. هر بارم یه کادو با خودش می آورد واسم. منو غافلگیر می کرد. کافه شده بود پاتوقمون. یه روز که با سامان رفته بودیم کافه. ولی اون روز واقعا خوش گذشته. آره خیلی. آیدا جانم. تو هیچ وقت شغلمو نپرسیدی. خب خودت نخواستی که نگفتی. من شغلم مدلینگه. واسه همین همیشه مرتبی؟ نه اون که به خاطر توه. خب حالا چی شد یه شغلتو گفتی؟ یه شرایطی برام پیش اومده. گفتم تو هم بدونی. چه شرایطی؟ نه چیز خاصی نیست که نگران شی. خب بگو. یه پیشنهاد کاری دارم. یه چند مدت باید برم اونور. چند روز یعنی؟ نمیدونم. شاید 1 سال. شایدم بیشتر. 1 سال؟ یعنی چی سامان؟ یعنی چیه؟ اصلا به من فکر نکردی؟ چرا؟ ولی خب پیشنهاد خیلی خوبیه. من چند سال برای این کار زحمت کشیدم.
مگه میشه انقدر یهویی؟ چرا زودتر نگفتی؟ آخه یهویی پیش اومد. نمیدونستم که این اولین بار همچین پیشنهادی از خارج میشه. تو واقعا یعنی میخوای بری؟ آره، ولی میخواستم با تو در میون بذارم. خب پس تو تصمیم تو گرفتی. آیدا نه، یه لحظه وایس. یه مدت رابطه‌مون به هم خورد. سامان مدام زنگ میزد ولی من جوابشو نمیدادم. چند بارم اومد دم مدرسه با هم حرف زد. ولی من نمیتونستم قبول کنم داره میره. پس چی شد که رابطتون ادامه پیدا کرد؟ حاج آقا من عاشق سامان بودم. همه رویاهام، امیدم، زندگیمو تو سامان میدیدم. با حوصله به همه حرفام گوش میداد. میشه از پای درد و دلام. برای هم وابستشون شدی؟ من دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. از یه طرف نمیدونستم سامان چقدر راست میگه. از یه طرف دلم گیر بود. نمیدونستم چی کار کنم. یه هفته سامان پشت هم بهم پیام داد. ولی جوابشو نداده بودم. آخر سر خودم دلم طاقت نیاورد. بهش زنگ زدم گفتم بیاد کافه. چرا این کارو با من میکنی؟ آیدا تقصیر من چیه؟ شغلم اینجوریه. چرا از روز اول نگفتی میخوای بری؟ یعنی چی؟ کف دستمو که بو نکرده بودم، چه میدونستم اینجوری میشه؟ برای چی میخوای بری؟ یعنی چی؟ اونجا چی هست که اینجا بهت نمیدن؟ خب اونجا هم شرایط کاریم بهتره، هم پول خوب میدم. چقدر پول میدن؟ من بهت میدم. نه اینجوری نیست که، اونا به دلار میدن. خب چقدر میدن؟ مثلا $1000. من $1000 بهت میدم بمون. به چی جوری؟ تو دیگه با اینش کار نداشته باش. با اینکه برام سخته واقعا ازت پول بگیرم، ولی به خاطر اینکه پیشت بمونم قبوله. ولی باید قول بدی که پسش بگیری. باشه؟ پولو بهش دادی؟ بله. چجوری جور کردین پولو؟ به بهونه خرید لپتاپ از بابام گرفتم. خب چرا راستشو به خانوادتون نگفتین؟ من نمیخواستم سامان از زندگیم بره. تنها کسی بود که میتونستم بهش تکیه کنم. بذارین از اینجا به بعدش من بگم چی شد. حتما ابراز علاقهشون بهتون بیشتر شد. بله رابطمون خوب شد. خیلی بهتر از قبل. و بعد از یه مدت دوباره یه درخواست جدید داشتم. این بار بهونه‌شون چی بود؟ 10 روزی گذشته بود. من انگار داشتم رو ابرا زندگی میکردم. با خودم رویای زندگی با سامانو میساختم. تا اینکه بهم پیام داد گفت میخواد ببینتم. سامان من بدون تو حتی دیگه نمیتونم نفس بکشم. مرسی. مرسی؟ این جواب ابراز احساسات منه؟ چیزی شده؟ نه چرا یه جوری امروز؟ چیزی نیست. سامان جون من بگو چی شده؟ گفتم که چیزی نیست. یه چیزی شده من میدونم، بگو چی شده؟ آیدا من هرچی فکر میکنم میبینم باید برم. کجا؟ خودتو نزن به اون راه. ما که حرف زدیم راجع به اون موضوع. آره میدونم، ولی من خرجم خیلی بیشتر از ایناست. چیه باز پول میخوای؟ آره پول میخوام، چون هزینه‌ام زیاده. تو که تازه پول گرفتی. مگه چقدر بود؟ من که زندگیم با اینا نمیچرخه. من همونم با بدبختی از بابام گرفتم. من گفتم تو بهم پول بده؟ گفتم میخوام برم. میخوای بری، مشکلت رفتنت، برو، ولی واسه همیشه برو سامان. اینه حرفا. آره همینه. باشه میرم، ولی بهت قول میدم دیگه هیچ وقت منو نمیبینی. خب چرا همینجا رابطتون رو قطع نکردین؟ من میخواستم تموم کنم، ولی سامان ولکن نبود. هی پیام و زنگ. دفعه آخری بهم پیام داد گفت کار واجب داره باهام. من جوابشو ندادم، ولی میدونستم همون ساعت 6 که گفته میاد دم کافه. خیلی با خودم 2 تا 4 تا کردم. آخرش گفتم اگرم میخوام کات کنم میرم حضوری بهش میگم.
رفتم دم کافه، ولی هر چقدر گشتم سامان نبود. بعد به گوشیش زنگ زدم. الو، کجایی پس؟ کجا؟ باشه وایسا اومدم. اومده بودم همه چی محترمانه حلش کنم، ولی تو اصلا نمیفهمی من چی میگم سامان. اشتباهت خود من بود، هر جوری خواستم تو رو راضی کنم تش با حرف خودتو زدی. مگه میشه یه آدم انقدر یک کلون باشه؟ اصلا میفهمی من چی میگم؟ آره میفهمم. یکم آب بخور آروم شی. چی اینقدر هرس میخوری؟ چیزی نشده که. هر چی باشه حلش میکنیم با هم. من اومده بودم همه چی محترمانه حل کنم سامان، ولی تو خیلی یک کلومی. آیدا فقط یکم به حرفان فکر کن. چیزی نشده که الان مشکلت چیه؟ من نمیتونم با تو بیام خارج. چرا؟ سامان بابای من نمیذاره. مشکلت الان باباته؟ آره. من باهاش صحبت میکنم. تو فکر کردی به همین راحتیه؟ آره مگه چیه؟ ببین یه پیشنهاد خیلی خوب بهم شده. قول میدم اگه فقط یکم به حرفم گوش کنی، با من راه بیای، میریم اون ور اتفاقای خیلی خوبی میفته. من با بابات صحبت میکنم. باشه؟ چی شد؟ چته؟ سرم هیچ میره. چیزی نیست. فکر کنم یکم فشارت افتاده. بشین تو ماشین بریم یه چیزی بخوریم. عزیزم صندلی رو بخوابون راحت بشی. من به خودم اومدم دیدم لب خیابونم. گوشیمو باز کردم زنگ بزنم، دیدم عکسایی که ازم گرفته بود و واسم فرستاده. بعد تهدیدم کرد که اگه بهش پول ندم پخششون میکنه. من باید با پدر شما صحبت کنم، قضیه ریشه‌ای حل کنم. حاج آقا، بابا مگه میخواست کاری بکنه تا الان کرده بود. به جای شکایت یه مش آدم گذاشته سامانو پیدا کنن. شما لطف کنید شماره پدرتون رو برای من بذارید. برای چی میخواین؟ مگه کمک نمیخواین؟ بله. من کمکتون میکنم. به من اعتماد کنید. اولا که خدا رو شکر که آسیب بزرگتری ندیدی. ثانیاً ممنونم از لطفتون که اعتماد کردید، قضیه رو برای من تعریف کردید. اگه ایرادی نداشته باشه من یه چند تا نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. قصد شماتتتون رو ندارم، ولی چند اشتباه فاحش کردین شما. اولا این که بدون اینکه فضای مجازی رو بشناسید وارد یه گروهی شدین که هیچ کدوم از اعضاشو نمیشناختید. دوم این که با شخصی ارتباط برقرار کردی که از هیچ نظر صحیح نبوده، نه شرع نه عرف نه اخلاق. بعدم که شما نشانه های زیادی دیدین که فهمیدین این آدم درستی نیست، یک شکارچی مجازیه، ولی بازم ادامه دادین. دختر گلم، شما آدم احساساتی هستین، درست؟ احساسات خیلی چیز خوبی، خیلی هم برای زندگی ضروری، ولی نباید در همه شرایط، در همه روابط فقط با احساستون عمل کنید. خیلی وقتا باید فکر کنی، از عقلت استفاده کنی. متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی واقعیت جامعه‌مونه. بله حاج آقا، دیر فهمیدم.
دعا قبول باشه. قبول حق باشه عزیزم. واسه خسته نباشید. سلامت باشید عزیزم. این سلام برسونید. از آقا ببخشید یه استخاره واسه من میگیری؟ آج آقا پاتون رو بردارید. الان اینو من جمع کنم. ببخشید من یه تلفن بکنم اگه تشریف داشته باشید در خدمت. دستون درد نکنه. الان پاتون رو اینو میخوام بردارم. ببخشید. بله معذرت میخوام. معذرت. الو ببخشید. سلام علیکم جناب آقای ملکی. حال شما خوبه؟ من سید امیرحسین حسینی هستم. بله هم مسجده. بله من میخواستم یه وقتی آجا خدمت شما که فرمایید که صحبت نمی‌کنید. خدمتون ببخشید گوشی رفتم. خیلی خوب باش. من یه چایی ول ندین چایی. نه متشکرم. میخواستم ببخشید اینجا یه ذره شلوغ قلوغه. میخواستم یه وقتی رو لطف کنید بذارید تشریف بیارید اینجا در خدمتون باشیم یه گپی بزنیم. بسیار عالی بسیار عالی. بله در خدمتتون هستم. چای داغ بود. حیفم مواد با اجازهتون خدا نگهدارتون. نه من نمیخورم. تازه دم. آخه میذارم اینجا میلیتون کشید بفرمایید. دست شما درد نکنه. آرامشتون رو حفظ کنین دیگه. حاج آقا همه حرفات درست ولی با آبروم چی کار کنم؟ خب ببینید اولین اشتباه اینکه شما پول دادین به این آقا پسر که ظاهرا مشکل رو حل کنین، اما ایشون جریتر میشه مطمئناً دوباره از شما اخاذی خواهد کرد. من فکر اونجاشم کردم، دارم کاراش ردیف میکنم بفرستمش بره اونور آب. خب اینم اشتباه بعدیتون میشه. اینجوری صورت مسئله رو پاک میکنین در که این قضیه رو باید ریشه‌ای حل کنین. حاج آقا من نمیتونم تحمل کنم حرف دخترم لغلقه زبون همسایه و عام و خاص و فک و فامیل باشه. کی گفته همچین اتفاق میفته؟ شما از نظر قضایی قانونی شکایت کنید مطمئن باشید هیچ کس مطلع نمیشه. میان 4 تا SH ها جمع میکنن، پلیس میاد دم خونه دم مدرسه تحقیق میکنه. چی کار کنیم؟ این وقتا چی کار باید بکنم من؟ اونو بسپارید به من اونجا رو مدیریت میکنم که کسی هیچ اسم و اتفاقی رو نشنوه. خوبه؟ چی جوری ها؟ چی جوری؟ ایشون میبینید نشستن اونجا جناب سرهنگ نصیری هستن از آشنایا. من بدون ذکر نام مشکلتون رو مطرح کردم، گفتن بله قابل حل، کلی هم راه قانونی داره. یعنی من مطمئن باشم که این مسئله که برای من و خانوادم پیش اومده هیچ کس پول نمیبره ازش؟ 100% مطمئن باشید کسی پول نمیبره. حاج آقا من تا الان با آبرو زندگی کردم، کف بازار پادویی کردم تا به اینجا برسم. آینده تو بازار نگن که دختر منصور چنینه و چنانه، نوندونیم بسته میشه ها. من تحمل زخم زبون مردم و حاج آقا ندارم. آقا منصور من یه چیزی از شما بپرسم، به نظر خودتون، نظر شخصیتون، بله، چرا دخترتون اسیر دست یه همچین آدمی شده؟ مادرش و ندونم کاریای خودش. من راحت باهاتون حرف بزنم؟ بله. اجازه میدید؟ اصلا من برای همین خدمت شما رسیدم. به نظر من هر دوی اینا بهانه است، هیچ کدوم این مسائل نیست. ببینید شما میگید که آبرو براتون مهمه، بله. ولی یه طوری نشه که نوندونیتون بسته بشه. صحبت پولیه که دستتون هست. شما میگید که به اون آقا پول دادید که مشکل دختر حل شده باشه، اما حل نشده، دوباره اخاذی خواهد کرد، باز صحبت پوله. درسته؟ بله. دخترتون رو بردین پیش روان پزشک گرون که قرص و دارو به خورد دخترتون بده که باز اونم اشتباهست. بله. همینجور اشتباه پشت اشتباه دارین انجام میده. اجازه بده برادر من. آقا منصور گوش کن. ببینید شما پدر خانواده هستید. خب؟ بله. پدر در خانواده عمود خیمه است. دختر شما غیر از قضایا و مشکلات و نیازهای معیشتی، نیازهای دیگه احساسی داره.
الان خود شما در طی سال گذشته چند بار با دخترتون وقت گذروندید؟ سوارش کردین ببرین چه میدونم کتابخانه، تئاتر، سینما، نه اصلا برین یه جا بشینین ساندویچ بخورین، بگین دخترم تعریف کن چه خبر، چه میکنی، مشکلت چیه، درد دلت چیه، اتفاق افتاده؟ خب نه. ببینید پول خوبه ها، اما همه چیز نیست. همه مشکلات با پول حل نمیشه آقا منصور. الان راه قانونی درستش پیش روتونه. خب بله. من معرفیتون میکنم به جناب سرهنگ نصیری، همه سوالاتونو بکنید، این راه رو پیش برید، مطمئن باشید که همه این قضایا در آرامش و بدون اینکه نگران آبروی خودتون و خانوادتون باشید حل میشه. بسیار عالی. مطمئن باشم. بله به من بسپارید. جناب سرهنگ ببخشید مزاحمتون شدم. حال شما خوبه؟ در مورد اون قضیه که گپ زدم، دوست عزیزمون آقا منصور مبتلا به هستن، من معرفیتون کردم هم دیگه یه گپی بزنیم. شما هم هر سوالی دارین از جناب سرهنگ بپرسید. از لطفتون خیلی تشکر میکنم. من یه 2 تا چایی هم میریزم که با هم در بشینیم. خیلی متشکرم. مرسی. نرگس بانو باز داری الماساداتو میگیری؟ هرچی میگیرمش جواب نمیده. بابا ولش کن. خب بردنشون زیارت، مربی تربیتی هست، بچه ها هستن تو حرمن، امنن. نگرانی؟ امیرحسین جانم خیلی نگران، خیلی میترسم از آینده بچه ها. از چیش میترسی؟ نگرانی چی هستی؟ بابا یه وقتی تو یه سری چیزم میای تعریف میکنی، اصلا این مشاوره هایی که میاد بشه، خودم تو دانشجوام دارم میبینم اوضاع یه شکلی شده. اصلا ماها اینجوری نبودیم. یه سری اتفاقات بود که اصلا ما وجود نداشت که بخوان مادر پدرامون ترسشو داشته باشن. خیلی میترسم از این که دارم بچه ها بزرگ میشن. میدونم ما داریم تمام تلاشمونو میکنیم، ما داریم بهشون همه جور عشق میدیم، داریم بهشون آموزش میدیم، ولی امیرحسین اجتماعمون خیلی ترسناک شده. اصلا بچه ها الان یه شکل دیگه نمیشه شناختشون. نیازاشون اصلا خیلی متفاوت شده. ببین دوره ما همینطور بوده. مطمئن باش پدر مادر ما هم انقدر نگرانی و ناراحتی و ترس از آینده ما داشتن به نسبت خودشون، به نسبت اون دوره. چی شدیم؟ بزرگ شدیم آدمایی که الان هستیم. اینم درست میشه. من والا این هم مشاوره میدم، هرس نمیخورم، ولی الان شما اینجوری میگی اعصاب منو ببین. نه بابا اونجا همه هستن، خیالت راحت باشه، توکل کن به خدا. یه ذرم عقب‌تر بشین، من لک این شیشه رم بگیرم دیگه حله. بابا ول کنید شیشه رو امیرحسین. مامان میاد بعد میگه تمیز نیست شیشه هاتون و اینا، شما خونه نشستین تنبلی. نکن این کارو. نه حالا مادر اینا میاد بعد فکر میکنه من تنبلم این کارا رو نمیکنم. نه اتفاقا فکر میکنن شما تمیز کرده، میگن به به عجب عروسی دارم، ماشاءالله. بیا همین 2 تا لک اینجا افتاده بود. بس دیگه نمیخواد انقدر بسازی. تمیز و خوشگل. به
به خانم ملکی، خیلی خوش آمدید از این طرف ها. روزتون بخیر آج آقا. روز شما هم بخیر باشه. برای تشکر خدمتون رسیدم. حل شد مشکل به بله. سلامتی. خب الحمدلله. بالاخره منصور از خر شیطون اومد پایین و رفت شکایت کرد. به خانواده خیلی سلام بنده رو برسونید. تشکر. ممنون که زحمت کشیدید تشریف آوردید که این خبر رو بدین. ممنون. و بگید اگر عمری باقی بود چشم خدمتشون میرسیم حتما. خیلی لطف کردین. خواهش با میکنم. اجازهتون. سلامت باشید. خوشحال شد. روزتون بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ. الو سلام دخترم. چطور شما گوشی رو برداشتی؟ گوشی مامانت دست شماست؟ آها دستشون بند بود. نه خواستم با خودت صحبت کنم. هیچی، یهو دلم برات تنگ شد. نمیشه؟ قربونت برم. آره اوضاع احوالت خوبه؟